خب همچنان در خدمت حمید فدایی عزیز هستیم. الان دیدی همه میخوان، یعنی در واقع اینستاگرام رو که باز کنی جدا از کینگا و کوین ها که همه کینگ و کوینن، یه دیگه باقی مونده رعیت ها همه یا عکاسن یا مدلن، متاسفانه یا طراح لباس. چرا؟ من می‌خواستم واقعا چرا؟ منم واسه خودم خیلی سواله. فکر کنم اصلی ترین دلیلش اینه که اصلا شناخت ندارن از این کار. اصلی ترین دلیلی که ما این همه مدل داریم و این همه عکاس داریم و این خیلی جالبه، یعنی حرفی که زدی خیلی جالبه، این که ما چون شناخت نداریم اینقدر زیاد داریم. آره، معمولا چون خیلی شناخت دارن زیاد دارن یه چیزی رو. متاسفانه ما چون اینقدر شناخت نداریم. اولا که مارکت ایران تو این زمینه خیلی کوچیکه. ما خب عرضه و تقاضاست، یه مقداری تبلیغات میشه، یه مقداری مدل نیاز داری و یه مقداری عکاس نیاز داری. یعنی نه 70 میلیون. نه 70 میلیون، یه بازار کوچیکیه. پس یه جورایی رقابت هم سخت‌تر میشه وقتی بازار کوچیکه و تو این رقابت سخت خب خیلی هم همدیگه رو اذیت میکنن و اون رفاقت‌ها یکم به هم میریزه تو این بازار. شاید همه فکر بکنن که خب مدلینگ خیلی پول داره. آره اینم خوب سواله. واقعا خیلی الان تو کل کسایی که این کارو میکنن شاید برای 1% پول باشه. چقدر پوله مثلا برای میگم خیلی بستگی داره. مثلا برای اینکه بگو ببینیم ما ول کنیم این کارو بریم دنبالش. برای یه مدلی که مثلا داره تازه اول وارد این کار میشه شاید برای هر روز پروژه عکاسیش یه چیز هولوش 400,000 تومان 500,000 تومان براش انجام 400,000 تومان 400 500 ولی خب برای یه روز، برای یک روز. ولی خب مدلی داریم که خب برای یک روز کاری شاید مثلا 5 میلیون 10 میلیون بگیره. ولی خب میگم 1% از کسایی که تو این کار هستن و شناخته شدن این پولو میگیرن. حتی کسایی هستن که شناخته شده هستن و دستمزد آنچنانی ندارن و اصلا خیال همه رو راحت کنیم، پول خاصی در کار نیست. نه یعنی آره. پول توش نیست. اونقدر پولی در کار نیست که بخوایم درباره‌اش صحبت کنیم، حداقل تو ایران. بعد حالا یه سوال دیگه، خب برام با توجه به فیزیک خوب، چهره خوب، ممکنه مثلا پیشنهاد بازیگری هم مثلا به این سری افراد بشه. به خودت تو پیشنهاد بازیگری شده؟ زیاد. خب چرا قبول نکردی؟ این خیلی مبحث طولانیه که بخوام راجع بهش صحبت بکنم، ولی با اون شرایطی که به من پیشنهاد شد من دوست نداشتم وارد کار بازیگری. چون شبیه جانی دپی یه خورده. میگم بهم آره زیاد بهم میگن که شبیه جانی دپم. این خودش خیلی جالبه. من وقتی موامو کوتاه میکنم خیلی دوستان میگن شبیه فرانکی. بعد ژان کلود ون دام؟ بله ژان کلود ون دام. فرانکی کیه؟ فرانکی نه لعنی که دوستان میگن. لعنی دوستا شبیه فرانکی. چه فرانکی؟ بعد راکی. وقتی موام مثلا حالا به منم میگن شبیه راکی ام. شبیه مثلا یکی دیگه، حالا بدترش اینه که میگن شبیه خارجیایی. اون خیلی بانمکه، نه به خاطر اینکه به تو بگن شبیه خارجیایی، این که وقتی میگن مثلا طرف نشسته میگن وای چقدر چهرهتون شما اصلا شبیه ایرانی‌ها نیستید. میگه وای ممنون. تشکر میکنی؟ آخه اصلا من اینو متوجه نمیشم. مثلا طرف میگه خداییش خیلی خوب، ناموسن ایرانی. خب چرا اینو به من میگی مثلا؟ آره ایرانی، اولا که واقعا ایرانی‌ها زشت نیستن. نه تو کل دنیا بخوای حساب بکنی خب ایرانی‌ها جز نژاد نه به نظر من ایرانی‌ها خیلی هم خوش‌تیپ و خوش قیافن. و چون ما متاسفانه شاید میگم با خارج اروپایی کم می‌بینیم یا آمریکایی کم می‌بینیم یا فقط خوباشون رو می‌بینیم یا فقط سوپر استاراشون رو می‌بینیم. مثلا میگیم خب فقط هالیووده و اونا خب همه خوش، اوکی اونا کارشون اینه که خوش‌تیپن. البته یه چیز دیگه هم هست، ما کلا مثلا بلوند و چشمابی که می‌بینیم خیلی مشکله. حالا یارو ممکنه چپول باشه تو محل خودشون ولی چون مثلا بلوند و دیگه نمیدونم چشم دقیقاً خوشگله دقیقاً بابا این شبیه، ولی این خیلی بده. من واقعا به نظر من این خیلی بده، چون ما ایرانی‌ها اول باید خودمون رو قبول کنیم. مگه میشه ما خوشگل نیستیم؟ خب شما که ایرانی هستی یعنی چی؟ یعنی ایرانی‌ها زشتن؟ وقتی میگی من شبیه ایرانی نیستم چون میخوای بگی من خوشگلم شبیه ایرانی نیستم؟ آخه تقریبا میشه گفت به علت اینکه تقریبا نسل چهره‌های طبیعی داره از بین میره، همه دارن با یعنی تو خیابون متاسفانه تو خیابون که داری راه میره، یعنی مثلا داری تو خیابون قدم میزنی فکر میکنی در واقع باشگاه بدنسازی رو دیواراشو ریختن پایین، بچه‌ها تو خیابون دارن تمرین میکنن برای مسابقات قهرمانی. همه در حال آماده سازیه. آره. یعنی یا در حال آماده سازی یا تازه مسابقه تموم شده. یعنی یا مسابقه هم بیرون فصله یا قبل فصله داره ریکاوری میکنه. و خب این خیلی بده. اصلا خیلی بده. ما چرا باید انقدر بدنساز داشته باشیم؟ نمیگم بدنسازی بده، رشته ورزش خوبیه و همه ورزش‌های پایه خوب بدنسازی دارن، ولی چرا انقدر تخصصی صرفاً به این رشته؟
و چرا؟ به خاطر خیلی‌ها فقط صرفا به خاطر مدلی میرن بدنسازی، در صورتی که خب مدلی هم بدنسازی سبکی داره. و عمل جراحی گفته واسه مردا که به نظر من اینو اصلا نمیتونم بکنم. تو خودت هیچ عمل جراحی نداشتی؟ من هیچ عمل جراحی ندارم. و به نظر من شخصیت مرد صرفا تماما چهرهش نیست. 100%. خیلی چیزا شما 1/7 ظاهر چهرته، بقیه‌اش نوع لباس پوشیدنته. یعنی شما 1/7، یعنی شما آدمی که از دور میبینه اول چهرهتو نمیبینه، اول لباس پوشیدنتو میبینه. من خودم خیلی دوست دارم که اصلا همچین برنامه‌ای باشه که مردم، من چون فکر می‌کنم مردم واقعا مطالعه نمی‌کنن راجع به لباس، وقتی مطالعه که کلا کمه ولی راجع به نمیبینن هم چیزی که آفرین برنامه‌ای که نشون بده درست مثلا یا الگوشون رو اشتباه انتخاب میکنن. مثلا طرف خب کارمند الگوی لباس پوشیدنش چه راکستاره، خب نمیتونی هر لباس یه جایی داره، با مایو نمیتونی بری عروسی، میدونی چی میگم، با کت شلوار نمیتونی بری تو باشگاه، یعنی هر چیزی هر لباسی یه جایی داره دیگه. و خب این که این جای عوض میشه خنده دار میشه. این که مثلا ما تو مثلا بعضی وقت متاسفانه یا خوشبختانه تو ترکیه مشاهده میکنیم تو سرمایه مثلا -10 درجه یه نفر از اون دو رو رکابی شلوارک میاد. خب اصلا قابل چیز، یعنی اون لباس مناسب اون نیست، در حالی که مثلا همه کاپشن پوشیدن، خب یه نفر با رکابی و شلوار که تعجب می‌کنی. یا مثلا چون طرف باشگاه رفته حتما باید تو زمستون تیشرت بپوشه. خب اینا خودشون حاضرن به کشتن بدن. اینا باعث میشه که اتفاقا اون بد تیپ به نظر بیاد، به جای اینکه اون خوبی هم که داره شاید خیلی خوش‌هیکل باشه ولی اون خوش‌هیکلیش هم مورد مسخره قرار میگیره، مسخره میشه که خب اینو نگاه کن تو زمستون مثلا که چی تیشرت پوش، در صورتی که خب اون کلی زحمت کشیده و ارزش کرده بدنش ساخته، ولی خب اوکی هر چیزی یه جایی داره، هر شویی. تو خودت هم ماشاءالله هیکلت خیلی خوبه، دوربازوت هم خوب دوربازوییه. یه بازی خیلی خاص بر اساس هیکلت برات انتخاب کردم برای آخر مصاحبه که در خدمتتون باشیم. خوبه؟ چرا که نه. امیدوارم برنامه این هفته مورد توجهتون قرار گرفته باشه. برای دیدن ویدیوهای قبلی اینجا رو کلیک بکنید، برای دیدن ویدیوهای بعدی اینجا رو کلیک بکنید و اگه دلتون میخواد به عضویت کانال یوتیوب ما در بیاید اینجا رو کلیک بکنید. و اگه نخواستین اینجا رو کلیک بکنین اینجا رو دیگه کلیک بکنین و اگه نخواستین این رو هم کلیک بکنین بعد بفرمایید این رو کلیک بکنین.